این هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ بری شیاد و همدستیش با عظما برای گسترش کرونا. ببینید درباره واکسن ضد کرونا چه وعده سرخرمنی میده. یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی میکنیم به اسم پاستور. این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اونم مربوط میشه به بهار سال آینده. واکسن های دیگر داخلی هم ما داریم که 2 موردش مجوز تست بالینی صادر شده، اونا هم عمدتاً مربوط به تابستان سال آینده میشه، بعد بهار، آخر بهار، تابستان. داستان فتوای عظما برای ممنوعیت ورود واکسن هم بدجوری بلای جونشون شده. کار به جایی رسیده که توی تیویریش درباره تناقض جمهوریت و ولایت بحث میکنن. یه عده‌ای هر از چندی یه دفعه میگن برای فلان مسئله شما رفراندوم برپا بکنید، برای فلان مسئله بیایید چیزی را که ولایت در اون زمینه اظهار نظر صریح کرده اونجا دیگه رفراندوم برقرار کردن معنا نداره. با اینجا یه عده میگن جمهوریت کلا پس چی میشه؟ یعنی بالاخره اگر که قرار ولایت حرف آخر رو مثلا بزنین اینطور شبهه میکنم، یعنی قرار ولایت حرف آخر رو بزنن پس این جمهوریت چی میشه؟ آخوندهای دوزاری هم از ترس پریشون شدن عمامه ولایت به این روزهای صدمنی غاز رو آوردن. ولایت نور مردم است، ولایت بصیرت مردمه. هر کی ولایت رو از مردم جدا کنه چشم مردم رو از اونها جدا کرده، مردم رو کور کرده، مردم رو گمراه کرده، مردم رو بی نور کرده. ماستبندی ولایت همچنان مشغول ماسمالی کردن انتقام سخته و میخواد با این جنگولک بازی های موشکی سر بسیجی ها رو شیره بماله. بزنید آقا، بزنید برید. بسم الله. بسم الله. هر کدوم میره به ما اطلاع بدید. اللهم صل علی محمد و آله. یعنی ببینید ما دونه دونه داریم میزنیم که آدم ها دور بشن. دنبال جنایت ما نیستیم. این ترامپ خبیث این همه جنایت میکنه. حتی زمان شلیک موشک‌ها به ماشین حاجی 2 ماشین اینجوری بودی که اصلا با 1 ثانیه تفاوت اصابت کرده. فرصت نداده. حاجی زاده بازم سوتی داد و با زبون بی زبونی گفت که هدف از موشک پرونی هاشون لتو پار کردن مارمولک ها در بیابون های عراق بوده و جز نمایش هیچ قصد دیگه ای نداشتن. یعنی موشک پرونی بالستیک آخوندا یه چیزی تو این مایه ها. نتایج انتخابات در آمریکا باعث درگیری‌های باندی در نظام شده و حالا جک و جونورای عظما تلاش میکنن تا یه جوری این شکاف رو هم بیارن و باند رقیب رو سر جاش بشونن. خوب دقت کنید، هیچ مسئولی حق ندارد پشت پرده و مخفیانه برخلاف نظرات قاطع رهبری با تیم جدید آمریکایی ها مذاکره کنه. البته این شوتوی چپندر قیچی دردی از عظما دوا نمیکنه و نهایت توپ میخوره تو صورت خودش. خرچنگ ولایت هم دلواپس جل خوردن عبای عظماست و اینجوری برای صداهای دیگه که از نظام بلند میشه خط و نشون میکشه که جمهوری خواهان و دموکرات ها سر و ته یک کرباسند. انشاءالله مسئولین ما فریب لبخند اینها رو نخواهند خورد، فریب باغ سبز اینها رو
نخواهند خورد. و نکته بعدی که عرض میکنم این موضع نظامه. به مصلحت نظام است که یک صدا از کشور برخیزد و این همین مواضع مقام معظم رهبری است. دو صدایی قطعا ضربه به کشوره. هماهنگی باندهای رقیب در نظام یه چیزی توی این مایه هاست، البته دور از جون این کوچولوهای با نمک. بازار خاطره سازی و خاطره بافی درباره قاسم سلیمانی همچنان داغه و آخوندهای ریز و درشت هر بار یه جنس بنجلی از پستوی ولایت میکشن و میپیچنش لای گونی قاسم سلیمانی و تحویل بسیجی‌ها میدن. ایشون میگفت سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت، گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد. ببینید بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم، یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام. این یکی هم لنگ قاسم ترکیده رو میکشه وسط تا بگه خبری از انتقام سخت نیست و نخواهد بود. مثلا سردار سلیمانی به که دوستان گفته بود که خب اگه یک روزی منو زدن چیکار میکنید؟ خب حتما ما اعلان عزای عمومی میکنیم. خب دیگه چیکار میکنیم؟ گفت خب احتمالاً محکوم میکنیم. گفت آخه دیگه چیکار میسپریم محور مقاومت چیز بکنه دیگه، انتقام شما رو بگیره. گفت نامرد، یعنی نمیخواد انتقام خون منو بگیری؟ حاج قاسم گفت. خدا حاج قاسم گفت. این لگد پرونیای پاسدارای مشنگ نه تنها سودی براشون نداره بلکه از نهایه خودشون رو داغون میکنه. درست در شرایطی که آخوندا میخوان بگن قاسم سلیمانی برای مقابله با داعش و دفاع از حرم رفته بود سوریه، به ناگهان سر و کله این پاسدار مشنگ پیدا شد و در یک فقره سوت ولایی گفت بابا داعش و حرم چیه؟ مأموریت قاسم سلیمانی حفظ بشار اسد و سرکوب مردم سوریه بود. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ کن. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. یادتون میاد مدتی پیش شیخ فری از قطع نشدن برق و آب حرف زده بود و قمپوز فراوانی در کرده بود؟ علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم برقشون قطع نمیشه، وزارت نیرویی دارند که در طول 8 سال 20,000 وات برق جدید برای کشور تولید کرده و میکنه، چون این 20,000 برای 8 سال من دارم میگم تا پایان دوره هست. برای اینکه مردم میدونن در شرایط سخت کرونایی آبشون قطع نمیشه. بله، طولی نکشید که تق این یکی چاخان شیخ فری هم در اومد و کشت و کار بیت کوین توسط چینی‌ها باعث قطعی برق در تهران شد. فضاحت به جایی رسید که تیویلیش هم مجبور شد بهش اعتراف کنه. این پیامک هم زیاد آمده که آقا شما با چینی‌ها آمدید مزارع ماینینگ استخراج پول نمیدونم چی میشه رمز ارز رو ایجاد کردید و همینو باعث شده کلی یکی گاز رو توضیح بدید که صادراتش های باعث شد و یکی
مزارع بیت کوین. رئیس دفتر مشنگ شیخ فری هم اومد قضیه رو جمع و جور کنه، اما به بیت کوین گفت بیت کورن و قوز بالا قوز شد، یعنی سوتی بالای سوتی. در ارتباط با بیت کوین این که گفته بشه این که دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه که این که اصلا یه جفاست، اصلا دولت که اصلا وارد این مسائل نمیشه. و اما این که در یک سال گذشته فشارهایی که بود و این که بیت کوین دستگاه حالا ماینرش قاچاق وارد کشور شده بود که دستگاه کوچیکی هم هستش، حالا به هر حال ورودش خیلی کار سختی نیستش. البته این سوتی واعظی جدید نبود و قبلا هم از این مشنگ بازی ها در آورده بود. ما یه موضوع روشنی هست، آنچه که مربوط به عضویت در FATF هستش، ما الان بحث عضویت در این FATF رو نداریم. این هم یه شیوه متفاوت برای تولید برق در این وضعیت بی‌برقی. بحران فقط محدود به برق نمیشه، هوا هم به دلیل مازوت سوزوندن آخوندها دچار آلودگی شده. با این همه ببینید این رئیس مشنگ کمیسیون امنیت مجلس چطوری از سوزوندن مازوت دفاع میکنه. ببینید باید در تابستان ذخیره سازی سوخت مایع میشد، یعنی هم گازوئیل هم مازوت، یعنی سوزوندن مازوت هم چیز بدی نیست. حالا سعی کنیم این مازوت رو منتقل کنیم به نیروگاهی که خارج از شهرها هستن، خارج از شهرهای بزرگ که مشکل. حالا ببینید بحث سر اینه که ما همه اظهار نظر میکنن، یعنی مثلا محیط زیست میاد فقط در نظر میگیره که محیط زیست آلوده میشه. خب اگر این سوخت بده چرا بقیه از ما میخرن و میسوزونن، برق تولید میکنن همین مازوت رو؟ بقیه یعنی کدوم کشورها؟ کشورهای دیگه مازوت میسوزونن، مازوت خریدارای ما مشخصن دیگه، اونا رو میتونه وزارت نفت بیاد اعلام کنه کیا از ما مازوت میخرن. برق و هوا رو گفتیم، خوبه حالا هم یه نگاه مقایسه‌ای هم به آب و شیر آب بندازیم که بی نیاز از هر شرحیه. 10, 9, 8, 7. مشکل اینه که آخوندا به یه ذره و دو ذره قانع نیستن، میخوان حق مردم رو کامل بدزدن. چهل ساله که تو این مملکت رو زمین و زمان عمامه گذاشتن، اما باز هم به ورشکستگی خودشون اعتراف میکنن و مثل این بزبز قندی بالا میارن که هیچ غلطی نتونستن بکنن. که اصلا سبک زندگی ما اسلامی نیست، ریشامون اسلامیه، ریش اسلامی و حجاب اسلامی و زیارت اسلامی اینا هست. اما اینو بدونین یه خطری وجود داره و این که روزها رو ما تقسیم کردیم به روزهای مذهبی و روزهای غیر مذهبی. سکولاریسم یعنی این آخوند صدیقی هم که بار پیش خاطره تمساح یزدی تو مردشورخونه رو تعریف کرده بود و بعدش مجبور شده بود بگه غلط کردم، بازم شانسش رو در خاطر بافی امتحان کرده و این بار عظما رو سوژه کرده. میگوید من در این تشرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چجورن؟ حضرت فرمودن ایشان از مایند، ایشان از مایند.